سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز با یه بخش دیگه از آموزش های جذابمون در خدمتتون هستم. میخوام این گل بابونه خیلی خوشگل و جذاب و کاربردی رو بهتون آموزش بدم که برای بافتش بچه ها من از قلاب دست ژله شماره 2 استفاده کردم و همچنین کانوا اکریل بافت ایرانی. بچه ها این گل بافتنی رو میتونید برای تزیین انواع لباس های بچگونه، نوزادی و یا حتی بزرگسال استفاده کنید که خیلی خوشگل و جذاب میشه. میتونید برای تل سر و گیره سر، کش موی بچه ها هم ازش استفاده کنید. کاربردهای زیادی داره. واسه هر چیزی که دوست داشتین میتونین ببافین و استفاده کنین. الان اینجا من یه دونه گیره سر بافتم قبلا و این گلم بافتم و میخوام واسه تزیین این گیره مو ازش استفاده کنم که خیلی هم خوشگل و جذاب میشه. به این صورت در میاد. این قسمت روی بافت است، اینم قسمت پشت بافت. خب بچه ها بریم که با هم آموزش جذاب امروزمون رو شروع کنیم. خب برای شروع من اول میام یه حلقه جادویی میزنم به این صورت. خب و بعدش داخل حلقه جادویی میام 5 تا پای کوتاه میبافم. یه پای کوتاه، 2 پای کوتاه، 3 تا، 4 تا، اینم 5 تا پای کوتاه. خب نخ رو میکشم، این نخ اضافی رو به این صورت. خب حلقه رو جمع میکنم. بعدش میام به اولین پای کوتاهی که زده بودم، ابتدای رجم. خب به این صورت یه دونه بست میزنم. خب این از رج 1. برای شروع رج 2 بعد از بست میام یه دونه زنجیره میزنم. خب و توی رج 2 من میخوام افزایشی ببافم، یعنی روی هر کدوم از پای کوتاه‌های رج 1 من میخوام 2 تا پای کوتاه ببافم و به این ترتیب تعداد پای کوتاه‌های من توی رج 2 میرسه به 10 تا پای کوتاه. خب این یه پای کوتاه، 2 پای کوتاه. پس روی اولین گندمی 2 پای کوتاه بافتم. روی گندمی بعدم 2 تا. خب تا الان شد 4 تا. روی گندمی بعدم 2 تا میبافم. 6 تا. میرم روی گندمی بعدی 2 تا پای کوتاه میبافم. 8 تا. و روی گندمی آخرم 2 تا پای کوتاه میبافم. خب 10 تا. بعدش میام دوباره به اولین پای کوتاه ابتدای رجم یه دونه بست میزنم. خب این از رج 2. برای شروع رج 3 میام یه دونه زنجیره میزنم. خب توی رج 2 بچه من 10 تا پای کوتاه بافتم. خب و افزایش داشتم. توی رج 3 میام روی همه 10 تا پای کوتاه رج 2 یه دونه پای کوتاه میبافم. توی رج 3 هم دوباره تعداد پای کوتاه من میرسه به 10 تا دونه. یعنی توی رج 3 بچه ها ساده بافی میکنم. روی همه پای کوتاه رج 2 میام یه دونه پای کوتاه میبافم. 3 4 5 6 7 8 9 10 تا پای کوتاه. خب اینجا بعد از 10مین پای کوتاه خب میام روی اولین پایه ابتدای رجم یه دونه بست میزنم. خب و اینجا رج 3 من تمام میشه. نخ رو قیچی نمی کنم.
خب الان میخوام رج 4 رو شروع به بافت کنم. یعنی رج 4 بچه ها میشه گلبرگ های گلمون. بعد از بس بلا فاصله میام 7 تا زنجیره میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 تا. خب میخوام این گلبرگ ها رو ببافم. بچه ها از دومین زنجیره شروع به بافت میکنم. سر قلاب رو میبرم توی دومین زنجیره، یه دونه پای کوتاه میبافم. خب بعد میرم توی زنجیره بعدی یه پای متوسط میبافم. دوباره میرم توی زنجیره بعدی یه پای متوسط میبافم. دوباره زنجیره بعدی یه پای متوسط، شد 3 تا پای متوسط. زنجیره بعدی هم یه پای متوسط میبافم. خب شد 4 تا پای متوسط کنار هم دیگه. پس از دومین پایه شروع کردم، روش یه دونه پای کوتاه بافتم. بعد از پای کوتاه 4 تا پای متوسط کنار هم بافتم. خب بعد از چهارمین پای متوسطم اینجا دوباره میرم توی زنجیره آخر یه پای کوتاه میبافم. خب بعد از همون فضایی که شروع به زنجیره زدن کرده بودم، سر قلاب رو میبرم توی همون فضا، یه دونه بست میزنم. میرم توی همون فضا یه دونه بست میزنم. خب به این صورت. بعد میرم توی گندمی بعدی یه بست دیگه میزنم. خب بعد از بست دوم بلافاصله 7 تا زنجیره دیگه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7. خب از زنجیره دوم شروع میکنم به بافت. کاری به زنجیره اول ندارم، از زنجیره دوم شروع میکنم به بافت. روش یه دونه پای کوتاه میبافم. بعد از پای کوتاه 4 تا پای متوسط میبافم. خب سر قلاب رو میبرم توی زنجیره بعدی یه دونه پای متوسط. دوباره میرم توی زنجیره بعدی یه پای متوسط، شد 2 تا. زنجیره بعد یه پای متوسط، شد 3 تا. زنجیره بعد یه پای متوسط، شد 4 تا. خب زنجیره آخر میرم یه پای کوتاه روش میبافم. بعد از پای کوتاه سر قلاب میبرم توی همون فضایی که شروع کرده بودم به زنجیره زدن، همون فضایی که بست زدم و 7 زنجیره رو شروع کردم، یه دونه بست میزنم. بعد میرم توی گندمی بعدی یه بست میزنم به این صورت. خب این از دومین گلبرگ من. دوباره سومینم بچه‌ها به همین ترتیب میبافم. بعد از بست دوم بلا فاصله 7 تا زنجیره میبافم. 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا. از زنجیره دوم شروع میکنم به بافت. یه پای کوتاه میزنم روی دومی و بعدش 4 تا پای متوسط میبافم. یه پای متوسط، 2 تا، 3 تا، 4 تا. خب روی پای آخرم، زنجیره آخرم یه پای کوتاه میبافم. یه دونه بست داخل همون فضای آخر میزنم، داخل همون فضایی که شروع به زنجیره زدن کردم. بعد میرم توی زنجیره گندمی بعدشم یه دونه بست دیگه میزنم. خب به این صورت در میاد گلبرگ های من. خب بچه ها تا انتهای رج من گلبرگ ها رو به همین صورت که براتون توضیح دادم میبافم. بچه ها در انتها باید 10 تا گلبرگ داشته باشیم. من این 10 تا گلبرگ رو میبافم و برمیگردم. خب بچه ها همینطور که میبینید من تا انتهای رج 10 تا گلبرگ رو هم بافتم، تموم شد و بافت من به این شکل در اومد. خب اینجا بعد از اینکه بست آخر
این گلبرگ رو زدم، خب بست آخر این گلبرگ رو زدم، نخم و قیچی نمی کنم. خب دوباره الان میخوام روی این گلبرگ ها بافت انجام بدم. میام چیکار میکنم؟ سر قلابم رو وارد این اولین پایه گلبرگ ابتدای رجم میکنم و بست میزنم. خب توی این رج میخوام دور تا دور هر گلبرگ بست بزنم که گلبرگ ها ایستایی خوبی داشته باشن. ببینید روی پایه بعدی میرم بست میزنم، سر قلاب میبرم روی پایه بعدی بست میزنم. به همین ترتیب دور تا دور گلبرگ رو بست میزنم. به این صورت. میرم روی پایه بعدی دوباره بست میزنم. خب روی پایه بعدی بست میزنم، روی پایه آخرم بست میزنم. خب بعد از بست آخر این گلبرگ میرم روی گلبرگ بعدی. روی گلبرگ بعدی هم به همین صورت بچه ها دور تا دور گلبرگ رو بست میزنم. به این صورت. به این صورت من بست میزنم تا به انتهای رج برسم. روی همه گلبرگ ها من بست میزنم دور تا دورش رو، در آخر برمیگردم. خب بچه ها همینطور که توی فیلم میبینید من دور تا دور همه گلبرگ ها رو خب با بست دورگیری کردم و تا آخرین گلبرگ. با آخرین گلبرگ رسیدم. با آخرین گلبرگ هم بست آخر رو میزنم. به این صورت این بست آخر رو هم زدم. یک زنجیره میزنم و نخ رو قیچی میکنم. خب به این صورت بچه ها بافت من به این شکل در میاد. خب نخ اضافی رو میتونید ببرین پشت کار و پنهانش کنید. خب بچه ها اینجا برای اینکه این مرکز گلمون خب یه مقدار برجسته تر نشون بده، من میام با یه رنگ دیگه از کانوا دوباره این مرکز گل رو میبافم. خب یه دونه حلقه جادویی میزنم به این صورت. خب داخل حلقه جادویی میام 6 تا پای کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 اینم 6 تا پای کوتاه. خب به این صورت حلقه رو جمع میکنیم. خب و بعدش میام به اولین پای کوتاه ابتدای رج که زده بودم یه دونه بست میزنم. خب یه زنجیره میزنم برای شروع رج 2. روی همه پای کوتاه های رج 1 میام 2 تا پای کوتاه میبافم واسه رج 2. یعنی توی رج 2 من افزایش دارم. یک 2 تا، یعنی بچه ها تعداد پای کوتاه های رج 2 من میرسه به 12 تا. 4 تا
6 تا 8 تا 10 تا اینم 12 تا پای کوتاه. خب میام به اولین پایه ابتدای رج یه بست میزنم، یه زنجیره میزنم. خب برای شروع رج 3 بچه من میام ساده بافی میکنم، یعنی روی همه پای کوتاه های رج 2 یه دونه پای کوتاه میبافم، یعنی تعداد پایه های توی رج 3 هم بچه 12 تا پای کوتاه باید داشته باشم در آخر. 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا اینم 12 تا پای کوتاه. دوباره میام روی اولین پایه ابتدای رجم یه دونه بست میزنم، یه زنجیره و نخ رو قیچی میکنم. خب به این صورت در میاد. نخ اضافی رو هم میارم پشت بافت. این قسمتی که واسه وسط گل بافتم به این صورت قرار میگیره روی گل. حالا این من نخهای اضافی رو من قیچی میکنم. خب بعد با چسب حرارتی اینو وسط گلم میچسبونم، این قسمت مرکز گلم میچسبونم. خب بچه ها این بخش از آموزش امروز منم به پایان رسید و این گل خیلی خوشگل رو با هم بافتیم. اگر از آموزش امروز خوشتون اومد و راضی بودین ممنون میشم که پست رو لایک کنید، نظراتتون رو برام حتما ارسال کنین و اگه تا الان روی گزینه مشترک شدن یا همون سابسکرایب نزدین ممنون میشم که حتما این کار رو انجام بدین که پیج من واسه دوستای علاقه‌مندتونم نشون داده بشه. ممنون. خدا نگهدار.